وای چقدر خسته شدم. دیگه ورزش بسه برم صبحانه بخورم. وای خدای من، این خرابکاری‌ها کار کیه؟ ورزشی کردم خوب شد. برم که با بچه‌ها صبحانه بخوریم. هلولو تو دوباره شیطنت کردی؟ آخه من از دست تو چیکار کنم؟ مامان کار من نبود، من این کارو نکردم. برو بیرون، تا ادب نشدی نیا تو خونه. خوب شد مامان منو ندید، وگرنه بیچاره بودم. عزیزم لایک و کامنت یادت نره.